الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله سبحانه و تعالی یکی از بالاترین آزمایش ها و آزمون و امتحان برای بشر نفس خودش را قرار داده است. نفسی که به تعبیر قرآن عظیم الشان از زبان حضرت یوسف علیه السلام ان النفس لاماره بالسوء، نفسی که به کثرت امر میکنه و بار بار امر میکنه و اصرار میکنه به گناه و معصیت و نافرمانی پروردگار. سو عام هم ضایع کردن حقوق الله است و نادیده گرفتن مقررات پروردگاره و حقوق الناس. نفس به کثرت مرا امر میکنه که حقوق مردم نادیده بگیریم، زیر پا بگذاریم، حق مردم ضایع بشه و این هم نافرمانی پروردگار است، چرا که الله تعالی امر کرده به بشر و انسان و همه ما که حقوق مردم را در نظر بگیریم. وقتی ما حق مردم را ضایع میکنیم یعنی هم حق الله برگردن ما، چرا الله را نافرمانی کردیم، و هم حقوق الناس. و لحاظا اینجا دو توبه برگردن ما هست. هم توبه میکنیم که خدا را نافرمانی کردیم و حق خدا برگردن ماست، و حق مردم که مردم حقش را ضایع کردیم. کسی که غیبت میکنه هم خدا را نافرمانی میکنه، چرا که الله فرموده ولا یغتب بعضکم بعضا، بعض از شما بعض غیبت نکنید. و همینطور عزیزان آبروی مردم بردیم و یا حالا به مردم تهمت زدیم و اگر عیب بر مردم وارد هست عیب او را یاد کردیم و او را غیبت کردیم. لذا حقوق الناس هم هست و حقوق الله هم هست. لذا این توبه مهمتره که در آن حق بندگان ضایع میشه. اینجا تضییع دو تا حقوقه، اما کسی که نماز نمیخوانه یا کوتاهی در نماز میکنه اینجا چون این حق پروردگار است لہذا تنها باید از الله معذرت میخواد، نیاز نیست که از مردم بره معذرت میخواد. اما کسی که غیبت میکنه باید هم از خدا معذرت میخواد هم از مردم. ولی کسی که نماز نمیخوانه و نمازش را قضا کرده است این از الله باید معذرت خواهی بکنه تا خدا او را ببخشد. لہذا سروران گرامی بالاترین مبارزه، سنگین ترین مبارزه ما با خودمان است. با خود باید مبارزه کرد.
و مبارزه با خود مبارزه با نفس اماره است به گناه، نفسی که ما را به گناه وادار میکنه، به کوتاهی در امر الهی و انجام دادن دستورات پروردگار وادار میکند. این نفس باید شکسته بشه، این باید زیر قدم قرار بگیره، با این باید مبارزه کرد. بالاترین مبارزه با خوده که منیت بشکنه، تکبر از بین بره، خودخواهی از بین بره، خودپسندی از بین بره، عجب از بین بره. این بالاترین مبارزه. شما مبارز آفریده شدید، انسان الله مبارز آفریده و مجاهد آفریده. انسان باید همیشه در جهاد باشه و بالاترین جهاد با خود اوست، با خودش جهاد بکنه تا خود را بشکنه، یعنی نفسش را بشکنه، تا تمرد و سرکشی نفسش را بشکنه، خودخواهی نفسش را و تکبر نفس را بشکنه و نفس رام بشه و نفس شکسته بشه، نفس به گناه وادار نکنه، نفس باید تربیت کنه. و نفس تربیت همیشه اینطور که یک حیوان چگونه تربیت میشه، شتر چگونه تربیت میکنه، ابتدا سواری نمیده ولی او را تربیت میکنن که سواری بده و تمرد نکنه، ابتدا اسب سواری نمیده ولی اسب تربیت میکنن، به او سوار میشند و سفرهای طولانی را با این شتر و اسب طی میکنن. انسان نفسش همینطوره، وقتی که نفس شکسته بشه، وقتی نفس پایمال بشه و وقتی نفس اصلاح بشه، عزیزان من در طول این راهی که ما به سوی خدا میبریم ما را یاری میکنه، نفس ما را کمک میکنه، سواری میده، ما را همراهی میکنه برای آنکه ما از پروردگار اطاعت کنیم، از الله فرمان ببریم و اطاعت کنیم. لذا این انسان مبارز و مجاهده، باید جهاد کنه با نفسش و جهاد کنه با شیطان. او شیطان دشمن دیگری هست که کارش وسوسه و وسوسه گناه می اندازه، وسوسه معصیت می اندازه، چه بسا قتل هان، چه بسا بلا تشبیه زنان، چه بسا فسادان و چه بسا گناه های بزرگ و کوچکند که همه شیطان به وسیله وسوسه اینها را وارد قلب میکنه، تزریق میکنه در قلب وسوسه را و کنار قلب قرار میگیره و وسوسه تزریق میکنه. از راه دور هم شیطان توانایی داره که وسوسه تزریق کنه و لحاظا انسان وادار میکنه به گناه، وادار میکنه به معصیت. نفس که مثلا نشده است، لحاظا نفس هم همکاری میکنه شیطان. دو تا دشمن میشن، هر دو بر ما مسلط میشن و ما را رهزنی میکنن، از خدا دور میکنن، مرتکب معاصی میکنن، متضرر میکنن، شرمنده بندگان خدا و شرمنده خدا میکنن. لہذا مواظب این دشمنی ها باشید. دشمن خطرناک، وقت نفس شیطان وسوسه بیاندازه نباید بگذارید که وسوسه ادامه پیدا کنه، نه قطع کنید بلا فاصله. خود را به خیال دیگر بیاندازید، به خیال عذابهای آخرت بیاندازید و رحمت و نعمت های آخرت بیاندازید. خود را به خیال حساب و کتاب فردای قیامت و خود را به عذابهای قبر بیندازید، خیال عذابهای قبر، ناراضگی خدا در دنیا. و لحاظا شیطان با این راهش را مسدود کنید، سد کنید راه شیطانانی که وسوسه بیندازه. کار شیطان فقط و فقط وسوسه است. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله تعلیم داده که تنها ما این نیست که شیطان دفع کنیم وسوسه‌اش را، بلکه پناهندگی حاصل کنیم به الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
شخص عصبانی بود توی مسجد و صداش بلند بود و رگهای گردنش باد کرده بودن. آن حضرت فرمود که چیزی من میدانم که اگر این بخانه آرام بگیره. گفتن چیه؟ گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقتی شما عصبانی شدید، وقتی شیطان وسوسه وارد کرد به شما، راه پناهندگی به الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقتی یک عمل بزرگی را مانند قرآن آغاز کردید، قرآن میخواد تلاوت بکنید، وقتی میخواید نماز بخونید، در آغاز نماز که قرائت هست هم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. چون شیطان بر سر تلاوت قرآن با شما می جنگه. خیلی بر شیطان سخته، ذکر بر شیطان اینقدر سخت نیست که تلاوت سخته. لہذا وقت ذکر بسم الله است و وقت عزیزان من تلاوت قرآن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در آغاز نماز در اولی رکعت هم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میخوانند. پناهندگی به الله. هرگاه وسوسه آمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دفع کنید شیطانا و فنا به الله بجویید که این دشمن من و شما را وادار به گناه نکنه و نفس من و شما را بدبخت نکنه و به گناه وارد نکنه. غافل نباشید از شیطان، غافل نباشیم از نفس اماره. غفلت اگر ما داشته باشیم این کارشون با ما میکنن. لہذا بیدار باشیم و هوشیار باشیم که گناه امروز همه گناهایی که توی جامعه برمیگردن به نفس شیطان برمیگردن. لہذا انسان توجه به تعلیم الله نکنه، به شریعت پروردگار نکنه، توجه به سنت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم نکنه و لہذا بره به هواهای نفسانی، به گناه چه که نفس میگه و شیطان میگه. لہذا آدم بدبخت میشه، گناهگار میشه و از رحمت الله تعالی دور قرار میگیره. خواهران این توجه را داشته باشند که آرایش در داخل خانه هست برای شوهر، برای محارم، و آرایش بیرون برای شوهر نیست. این برای مردان نامحرمه. کسانی که سرخی میزنند زنان و بیرون میرن، این خلاف شریعته. زن اگر میخواد بیرون بره با همون شکل و شمایل عادی بیرون بره، آرایش نکنه، حتی لباسی هم بپوشه که جلب توجه نکنه. و اگر زن آرایش بکنه و بیرون بره، معنی که برای مردان بیگانه آرایش میکنه، معنی که جلب توجه مردان بیگانه را داشته باشه. اگر سرخی بزنه و بره، معنی که سرخی های او را بیگانگان ببینه. این از لحاظ شریع حرامه و ناجایزه. ولا یبدین زینتهن، تفسیرش همینه. طلا را ظاهر بکنه و جواهرات و گردن بند و گوشوارا، اینها برای مردان بیگانه نیستن. اینا در داخل خانان، اینا برای شوهران. زن اگر بیرون میخواد بره، میخواد دانشگاه بره درس بخونه، دبیرستان میخواد بره، بازار میره، بیمارستان میره، مطب پزشکان میخواد مراجعه بکنه، بدون آرایش بره. آرایش مطلقا ناجایز است. اگر زن به هر حال هر رنگ خودش داره، همون بگذاره و بره بیرون و نباید اون لباس هایی که جلب توجه میکنه زن او را به تن بکنه. یک لباس عادی، یک لباس ساده بپوشه و بره، نه لباسی که تنگ باشه و بدن نمایش بده. این هم درست نیست. این لباس، نه لباسی که نازک باشه و به هر حال این بدن ظاهر بکنه و زن میتونه به این صورت بره. شریعت اسلام حرمت زن حفظ کرده، کرامت زن حفظ کرده، برای زن حرمت قائله، برای زن جایگاه قائله. زن شریعت اسلام نخواسته که مورد استفاده عموم قرار بگیره. زیبایی او و آرایش او، و لذا برای همین خاطر این حرام من کرده. زن
کارش میتونه بیرون از خانه بره فعالیت بکنه، اما شؤونات دینیش را رعایت کنه و همه آنچه که اسلام گذاشته از پر از حکمته. زن اسلام قبول نداره این تفکرات غربی ها را و تفکرات شرقی ها را و تفکرات غیر مسلمانان را که زن برهنه و نیمه برهنه می کنند و به صحنه می آورند، به عرصه و بیرون می آورند، توی هتل ها، توی رستوران ها، توی دفاتر کار و توی تجارت خانه ها. زن اجازه نداده اسلام که شما زن استفاده بکنید برای رونق رستوران، برای رونق هتلتون، برای رونق کار تجاریتون و برای دنیایتون. این اسلام من کرده است. زن بله با علم داره، با سواد باشه، شما از علم زن استفاده بکنید، از دانش زن استفاده بکنید، از سواد زن استفاده بکنید. نه زن ابزاره باشه که جلوی رستوران بازه، توی همین رستوران های باز شهرها که آدم میره یک زنی را نشاندن جلو و او را آرایش کردن، آرایش میکنه، می نشینه و سلامی میکنه به مراجعه کنندگان. بدون آرایش زن کار بکنه هر جایی که میخواد کار بکنه. لذا این نفسه، همه این دسایس نفسن، همه این رهزنی های شیطانن که بشر بدبخت میکنه و انسان بیچاره میکنه، میگذاره. بعضی علامین توی شهر خودمون، تو همین کشور خودمون، بعضی از خواهرانن که آرایش میکنن بیرون میرن و لحاظا این کار ندرستی است. اسلام شما را من نکرده از فعالیت، اسلام من نکرده از کارهایی که بیرون انجام بدید، ولی میگه آرایش نکنید، با پوشش اسلامی کارتون انجام بدید. سختی هم نکرده، این حکمت خیر شما را و جامعه شما را خواستاد. و لحاظا بیدار باشید که نفس به گناه وادار میکنه من شما. امروز مفاسد زیاده، گناه زیاده، معصیت زیاده، نافرمانی زیاده، ولی از این همه دسیسه های نفس و شیطانه. باید مبارزه کرد با منکرات، باید مبارزه کرد با مفاسد، باید مبارزه بکنیم با نفس خودمون و شیطانمون که مرا میخواه از راه خدا بزنن و دور بکنن. امروزا به هر حال ما در ایام فیروزی انقلاب اسلامی هستیم و خوش خبر هم هستیم که خبر خوشی الحمدلله که همین فیروزی به هر حال طالبان و مردم افغانستان که با نیروهای خارجی داشتن و اصرار اینها این بوده که نیروهای خارجی از افغانستان برن، از کشورشون برن. هیچ جای در دنیا نیست که راضی باشه ملتش که نیروهای خارجی توی کشورش باشه. نه ما راضییم، نه ملت های دنیا راضیه، نه ملت افغان راضیه که از اروپا، از امریکا، از دنیا کسانی بیان توی کشور و تصمیم گیرنده در آنجا باشند. باید همه کشورها مستقل باشند و کشورها، ملتها خودشون برای سرنوشتشون تصمیم بگیرند و نویدی برای آینده. این فیروزی بزرگ هست که اشغالگران از یک کشور خارج بشن و خود ملت مستقل باشه برای تصمیم گیری آینده خودش و مقدرات هر ملت باید به دست خود ملت باشه و سرنوشت افغانستان متعلق به افغان هاست، مردم افغانستانه و باید مردم افغانستان در میان خودشون بشینن و برای آینده کشورشون تصمیم بگیرن. هیچ قدرت حق نداره که دخالت کنه در کشور دیگر که نه شما این تصمیم نگیرید، این بگیرید، این طور نکنید، اون طور بکنید. و احساس من آنه
که داره از یک کشور که کاملا ناامن بود در جوار ما، ملت افغان، ملت عزیز افغان که اینها برای ملت ما بسیار احترام دارند، برای همسایگانشان، برای همه مسلمانان، برای همه انسان آزاده، اینها به سرنوشتشون خودشون حاکم باشند و کنار هم بشینند و با مذاکره و گفتمان مشکلاتشون حل بکنند و ما یک کشور امنی را در جوارمون داشته باشیم. برای ما هم افتخار هست، برای این دعای همه مسلمانان بوده که به هر حال این کشور امنیت به این کشور برگرده و بعد از خروج شوروی از اونجا و به هر حال همه قدرت ها، همه دشمنان تلاششون هم بوده که کشور ناامن بکنن و لحاظه این کشور امنیت حاصل بکنه و این انشالله بعد از اینکه هم ملت افغان ناامید بودند در همه سفر حج، برادران افغانی را ما دیدیم جمع قابل ملاحظه، اینها سفارشون بود که شما برای افغانستان دعا کنید. نگفتم برای ما دعا کنید، گفتم برای آینده افغانستان دعا بکنید. انقدر پریشان، انقدر نگران. الحمدلله الله دعاهای بندگان هم پذیرفت. مجاهده و قربانی آنهایی که فداکاری دادند که این قدرت ها از اینجا خارج بشن و ملت افغان به سرنوشت خودش حاکم باشه، لحظه اونها به آرزویشون رسیدن، دعا هم قبول شدن. انشالله آینده ما یک افغانستان امنی و آرامی داشته باشیم. طالبان هم در این مدتی که به هر حال بر سرشون سختی ها زیاد آمده گذشته، الحمدلله سیاسی شدن، تجربه کسب کردن و خودشون می توانند که به هر حال تصمیم بگیرند، مذاکره کنند و توصیه ما به هم طالبانانه که به پای خود بیستند، خودشون متولی مذاکره باشند و بالاخره چون دنیا هر کسی دنبال منافع خودش، امروز دولت ها دنبال منافع خود هستند، ملت ها دنبال منافع خودند و مهم منافع ملت افغانستان هست. اگر ملت افغانستان به مسیر صحیح بره و راه درست بشه، منافع همه ماها و همسایگان تامین میشه. افغانستان امن اگر باشه، منافع کل کشورهای همجوار تامینه و لحاظا در تصمیم گیریشون از دوراندیشی و سعی صدر و اون تجربه را که کسب کردن تو این مدت انشالله استفاده بکنن و ما دعای مولانا که آینده افغانستان آزاد، افغانستان آباد و افغانستان با امن و همه اقوام و مذاهب متحد باشند. ما اینا فیروزی بزرگ، فیروزی اگر قرار باشه که این طالب العلم نمره بده به کشورها و به دولتها نمره بده، به سیاست ها نمره باید داده بشه. بالاترین سیاست آنها میدانند که رضایت ملت کسب بشه. رضایت ملت مهمه. ما هم باید بررسی بکنیم که چه اندازه توانسته ایم در این 40 سال رضایت ملت کسب کرده ایم و دل مردم به دست آورده ایم. همه اقوام و مذاهب ایرانی را چه اندازه توانسته ایم که عدالت را در میان اجرا بکنیم و اینها را کنار هم قرار بدیم و وحدت و همدلی نه شعاری و زبانی بلکه دلی را در میان برقرار بکنیم. این بررسی می خواهد که بزرگان و همه دستاندرکاران بررسی بکنیم که چه اندازه دل مردم به دست آمده است. توی افغانستان، آینده افغانستان، کشورهای همجوار، همه دولت ها همین مهمه
که رفتار چگونه باشد که بتوانند مردم با هم بکنند، امنیت برای مردم برقرار بشه، مبارزه با فساد، مبارزه با ظلم. آنچه که دیروز جای صحبت بود و من عرض کردم، آنچه که رژیم گذشته را نابود کرد و تباه کرد و انقلاب را فیروز کرد، فساد بود، ظلم بود، بی‌عدالتی بود، خودخواهی بود، تکبر بود و غرور بود و تکیه بر غیر خدا بود و تکیه بر قدرت ظاهری، تکیه بر قدرت ها و ملت های دیگر. و انقلاب اسلامی در مقابل همین ظلم و فساد به قیادت و رهبری امام راحل به پیروزی رسید. علما و اندیشمندان و همه اقشار دانشگاهیان متحد شده، اتحاد توانست انقلاب اسلامی را به پیروزی برسانه. همین اتحاد میتوانه در ادامه راه لازمیه و ضروریه و این اتحاد حاصل میشه با اینکه دل مردم به دست بیاید، رضایت مردم به دست بیاید. و ما بنده به عنوان یک دلسوز و خیرخواه توصیه میکنم که حرف مردم شنیده بشه و مردم دیده بشن، قشر دانشگاهی دیده بشه، حوزه ها و علما دیده بشن، طبقات مختلف دیده بشن و حرفشون شنیده باشه. و مردم تا زمانی که با هم باشند و متحد باشند، هیچ قدرت نمیتونه فیروز باشه بر ما و هیچ کسی نمیتونه افکارش را تحمیل کنه بر ما. ولی اگر خدای نکرده مردم ناراضگی داشته باشند و مردم ناراض باشند، مشکلات ایجاد میشه. لہذا توصیه مانی که به ظلم، به فساد، به گناه، با گناه و مخصوصا فسادی که سوءاستفاده های مالی که در بعض جا دیده میشه، با این خیلی باید مبارزه بشه. همه دستگاه ها باید با مواظب باشن و با افرادی که سوءاستفاده میکنن مبارزه بکنن. آینده افغانستان هم زمانی میتونه خوب باشه که امن باشه، انجام فساد نباشه. و الان هم توی افغانستان همین شکایتی که فساد مالی بیداد میکنه. آینده افغانستان عرض کردم که با همین که حقوق همه اقوام و اقلیت های انجریت بشه، همه ادیان و مذاهب که در افغانستان انشالله حقوقشون تامین بشه و همه افغانیان دارای هر قومیتی باشن، همه ایرانی ها ایرانیان دارای هر مذهب و قومی باشن، همه امیدشون ایرانه، امید همه ما ایرانه و ما کشورمون دوست داریم، ما ملت ایران دوست داریم و ملت ایران بر همه از هر طبقه باشن برای ما عزیزان و ما به سربلندی ایران فکر میکنیم، به وحدت ملت ایران فکر میکنیم و ما هم همه را دعوت به وحدت میدیم. ما امت واحده هستیم، ملت واحده ایم و در کنار همیم، امنیت ایران میخواهیم و راحت ایران و ایرانیان و همه باید مردمی فکر کنیم و به مردم بیندیشیم، به اسلام بیندیشیم، به آینده کشورمون بیندیشیم و الله تعالی توفیق عنایت کند. مسئله نال امروز خیلی مطرح است و میگن که مردم به قسم قانع نمیشن، میگن آقا طرف قسم دروغین میخوره و ما نال میدیم، یعنی باید دست توی روغن ببره یا بالاخره آتش به دست بگیره یا توی آتش را نالهای مختلف میدن. توجه داشته باشید که نالها شرعی نیستن
و شریعت اسلام با نال موافق نیست و این نیست که بیگناه توی نال نمی سوزه، ممکنه که نسوزه، ولی شما به بنده که پیش نماز شما هستم اگر شما به من یه چیز تهمت ناروایی را نسبت بدید، منم جرأت نمی کنم که بیگناه هم باشم دست به آتش بزنم. برای اینکه آتش میگن که حضرت ابراهیم نسوخته، همه ما که ابراهیم که نیست، بالاخره هزاران گناه از ما سر زده است و ما آتش بگیریم و بسوزیم و بعد شما بگیرید که آقا این گناهی کرد و این مال برد، این درست نیست، نال شرعی نیست. و شما مسلمانید، به سوگند قناعت کنید. شما به خدا ایمان داشته باشید، اگر او دزد و او خلافکار و قناعت داشته نباشه به سوگند و سوگند ناحق بخوره، مطمئن باشید که خدا او را میگیره، هم دنیاش را تباه کرده و هم آخرتش را. بله دیروز کسی را من گفتم که قسمش میدیم به یک روی موضوعه و او طرف میگفت که نه خیلی قسم میخوره و من گفتم نه قسمه، بگذار که من ببرین توی مسجد قسم میدم و اگر قسم خورد بگذار مال شما را ببره. و آخر که مسجد رفتیم بالاخره مسئله تا حدود حل شد مسئله شون. و این که کسی بگه من قسم میخورم، تجربه من تا قسم بخوره این خیلی فرقه. خیلی هم میگم ما سوگند میخوریم اما این محل که میآیند کسی روی قتل میخواستیم قسم بدیم، گفتم ما قسم میخوریم. اول گفتن که اینا گفتن توی مسجد مکی، با اونا گفتن که ما اینجا نمیتونیم، همه مساجد خدا. گفت خیلی مسجد دیگری. آخر که نزدیک آمدم گفتم ما تا حالا خلاف کردیم ولی قسم ناحق نخوردیم و این کار از ما اتفاق افتاده و خودشون را هم تسلیم کردن. لہذا قسم که شریعت گذاشته بار سنگینی را گذاشته، مهمه و به قسم اکتفا بکنید و مردم مجبور برای نال نکنید.